چیکار که قیق میکشی؟ بابا ها سلام علیکم. بله بابا یک کار پیدا کردم بابا، ایت بی سرمایه، ایت فایده داره که خود شما بگیم با آفرین. چی کار پیدا کردی؟ بفهمیدیم من امیر رمضان دیدم خب بچه ما مال علامت دوتری خب دیدم که یک بار کجای گیله خوش آمد که خودم کجای گیله گفتم شکر فضل خدا به سرا خو چه کار میکنی؟ گفت اگه چی او به من گفت چه کار تو میکنی؟ گفتی هیچی. نه او به من گفت او به تو گفت که تو چه کار میکنی؟ گفتی هیچی. آفرین او به من گفت تو چه کار میکنی؟ من گفتم هیچی. بعد گفت دیونه، من گفتم ای من دیونیم. خب گفت نه من مثلا نمیگم. گفت بیا به تو یک کار یادم میکنیم این کارو. گفتم چه کار کنم؟ گفت برو به خوب بخر. چی بخیر؟ گفت برو به خوب بخر، اگه روز 6 ساعت 7 ساعت 8 ساعت کار نکردی اسم من بگردم. یعنی چی بخر؟ خر. ها خر اشته رو 5 ساعت کار میکنه. بابا اون من گفتم تو چه کار میکنی؟ گفت من خری پیار بابا من خریده من قراره که دیگه حال کو زمستون بهاره خب تمیز بهاره. انا برم به مردم میرم به تا زمینای به تا باغچه‌ای و می مردم خانخیل. خب انا غم میارم خاک میارم به تا باغچه‌ای و به زیر درختها گل اینا. گفتم چند کاری که گام بگذار. انا خب انا اگه شما بابا جو پول یک کاری با ما بکنیم زحمت بکشیم پول بدیم همین کجیر میشناسین؟ کجیر قراره که دیگه خر داره 3 4 تا خر داره میرم یک خر میخرم قراره که دیگه میرم تا شهر با بازارا بخو قراره که دیگه قوم بار میکنم میبرم اینجا دیگه کارا کو پره کردی که با این کارا پره کنی. بابا دیگه من ای که میرفتم دیگه مرتبه من نماستن او یاد نمیگرفتم خر کو یاد دارم میکنم دیگه خر هم یک کدلاتونم به خری هم نمیاد. همون کار هم کرده نمیتونی. شما می قول شرف به شما می دومی قول شرف میدم این دفعه با من پول بدیم سعی کنیم. پول بدم ها وقتی برم مادر خو پول بسو برو خر بخ وقتی ها وقتی من پول پیش خونه دادم دست مادرتون رو برو مادر خو بسو وقتی خوش شاید 5 6 هزار باشه مادر من 5 6 هزار داره. پول با خونه به پیشی هست دیگه. وا بیلا انا میرم میگم واسه کن تو ایشتا 5 روز 5 ساعت پیدا میکنی دیگه کارا پره که دیگه برم با این کارم پره کنی. عجب کاراه. من گفتم خدا این چی مایی از من بین الهی پیار من انا با مادر من گفت اگه 2000 بیشتر نیست کنم من چیکار کنم؟ کجیرو! ماما خلاص شده نیه ماما کجیرو! اشتنی جانجره جانجره رقص خیریته تیار هستی؟ چی گپایه؟ قراره این خشتا بیا این زمار تو جمع کردی؟ این زمار تنیده من جمع کردی ها؟ کجیر جان؟ خیریت بو بیا یک دقیقه من جگاه بشی آخی بگو میشنم برارم پیار به شما سلام میگفتن نه پیار نگفتم مادرمه خوب مادر به شما سلام میگفتم بعد از دعا سلام گفتم برو به پیش کجیر و به کجیر بگن اگه ارزون تر میدنم یا که بده به ما به خاطر که ما فرضیات به کار داریم. چی؟ ها؟ چی فرضیات به کار داریم؟ چی به کار داریم؟ تو میگی یا که بدیم برای ما فرضیات به کار داریم. چه معلومه دیگه نه؟ چی؟ خری مایی ها فرضیات به کار داریم. ها خوبه دونی چندیه خره شما؟ همون خر ببینی ها همون 8000 روپیه قیمت اینه. بیدا خر دیگه به سرا داریم سفیدیه گردنم باش 5000 آخه اون روز کجیر جو برارم اون ما براتون به تا گنج که بزغاله بخریم باور میکنی 7 تا خر میدادم به 8000. نیه خرا ما خوب خرا قوچاق تیز رفتاریه خلق وعد خو خری نداره که قوچاق نباشه. خو یه خر ارزونی داریم به سرای چندیه؟ 5000 روپیه دیگه از ارزون تر نداره. خو رنگی چیه؟ سفیدیه. همون سفید خوبه. خوبه با 5000 5000 سیکو بگو گردن به من باشه اگه تو قبول نداری سیکو تو
سکو این خانکنده داره به در خوب من چی باور خدمت کن کنم؟ امال خون کنه به من روایه خوب هم یک کار بکن 2000 به تو میدم بفهمیدی او هم 2000 دیگه هم برای تو به خیر خوشی هم یک ماه به ما وقت 3000 دیگه نه 2000 دیگه به 4000 حساب کن خوبه برو خیره 2000 تو را مال نق میدم خوب برای من 10 سلام لنگیر به دست دادی 2000 به تو میدم 2000 دیگه هم یک ماه بعد میدم یک ماه بعد ها چرا یک ماه بعد 2000 نداری؟ امینا را مادر بیچاره قلک کند که لگ مگاری سر برج بشه بیاری اگه نوردن خر به خول به تو 10 تا خر میدم خوب درسته خوب بله بری کجا بریم برین که خیره بدم برای تو ای خیر بینیم بریم 2000 خودتونه ها هر کسی منم من اول بدم برین نه درس را بدیم برین بله برین صاحب کن من کرتی خورد دارم اه من کرتی خورد دارم خب من بیا اگه مونده شده به کفتمش بیا که با کفت بالا گوش کو کلی مر با دیوال نداری نه غم کله تو نی برو فهمیدی هم سایه به جا که دیوار بیا بیا از اینکه بیکار بگردن که طول بخریدن قرار تا شون کار میکنم بیتر تاره بیا دیگه فلاجی یالا یالا چند تا خر آوردیم؟ بله چند خر آوردیم؟ ما یک خر داریم برادرم همین چند بار آوردیم باید؟ چند بار آه. ان اولیه سری اول سری اوله؟ گردن خر بگیریم کن بیشتر بیا دیگه ماما برادرم به تا بازارا شلوغه اینا که ما از اینجا جا پول نمیکنم کن پیش پول خرج کشی با نرید کسر ما شما اینا دونه 30 ریپه به من هر خر 30 ریپه میده باور میکنی که اینا هر خر امان 40 ریپه ای علاف میخوره کل باغچه شما چند تا خرمایه 6 تا شاید مثلا بیشتر ماما شما هرچی بیشتر من خیلی 50 تا مایه این سرا شما اینجا هست پشت سرا شما باغچه شما اینا رو همه پیار شما گفتم بند از اونیم هرچی ماست بیار دیگه میگم برارم چاش دیگه بابا جمع شما نه دیگه حساب بفهمه تو بس چاش تا خورده هنو صبح اشتباه بیل خیلی کنم سبک شو میندازم بچه خاله من یک شماره به شما اسم شما چی برارمه؟ عباس یک شماره به شما میدم برارم خوب همین شماره رو به می منجی مردم توس کنیم بفهمیدین؟ توس کنیم من همین هر کس که غم ماسته انا چیز کنیم من به حساب چیزم اگه بگیم شما موترا گیرون کنارا هم خیلی میکنم انا به میخر کنارا هم خیلی میکنه انا قرار که دیگه شما چیز کنیم کار ای با تصلا نریزک دیگه گپینه جاری میکنیم گپینه برارم جاری میکنیم نمیشه ماما سنگینه بله سنگینه سنگینه نیه ماما خب خیلی بده بیا اشتا بیا همین جلو بسته کن خب بگیریم ماما جمیله که زمانته میشه بالا کنیم بالا کنیم بابا ایلا شما که بیبی به ضعیف ترین بابا ماما بله دست رو بکنی از دست را بیرون که با سوار بله. شو ها از اینجا بالا خر سوار چی نمیشه فرق میکنه دیگه خریه میبره بالکل نه شما با اونجی بیل هسته کمالی نداره اما بره که کس را
خر سیری پیار برادر که ما این مزینا قوم بیاریم و باخچه ها خود از این خر سیری پیار خر تو به کلا پر میکنم به سیری پیار برادر خر سیری پیار بار خر برادر به سیری پیار قوم بیاریم بار خر به سیری پیار بار خر برادر به موتر نه یعنی که قبر شمار نکنم بار خر به سیری پیا خر سیری پیا پر میکنم تا به کله ترا خر سیری پیا لیلا و برادر بیایی که لیلا و مانو سلام علیکم. سلام علیکم. چطور مامون روزگار هستیم خیلی سلامت خوبه زنده باشیم. خیریت بود. امی بچه شما گیلک میگم خره داره. بعدیا انا گفتم یک 20 خر شوره از اون تاگ خونه ما این ببریم سر زمینا ببریم گفتم اگر میتونه همینا ببره. خوبه. کجای به خونه یاله؟ نه بدر خوب کسی دیگه. کو یک زنگ بریو بزنی. خوبه گیرن شماری. برو کیش خوبه گیری. چی گیلک نمیشته؟ ها گیلک نمیشه. گیشم پول ندارم برای زنگ. خوب. چند خر مایی ماما؟ این میگم چند خر مایی میشنوی؟ همسایتون ما قوم میاریم ماما همین خری دارم ما مثلا بخرید و میرن قوم میارم من ما کنارام هم خالی میکنم ماما انا چیزم هسته شما کیلیم های شما کیلیم چه خر ما یه خری دارم الو ما به پینجاری پی خری میاریم اگه شما خیلی ما این به سیری پی و شما میارم چند خر غم نرم نورو شما کلی کپ نمیزنیم اما الو این نمیفهم ماما هرچی میگم این میگه چند خر ماییم کینیم نشناختم کی میای که بیام مرد به دلچمی خودی گپ زنم ضروری من نمازدگر میای خود سه من نمازدگر میایم مرد گپ میزنه خودی حالا هرچی گوشی بزو میگه گپ برای چای بخوریم خیر بینیم تشکر بدن خدا خوش اومد خوش اومد هشا بابا کجا میریم اینجا تو همه جناب بچر دیگه مرگ خاکی بخورک تا اینا رو بکنن که چند خره باشه بار کنم برام میگون حالا خیرت تو باشه بله خیرت باشه چیکار میکنی؟ خیلی شکر فضل خدا شما اشتنی چخ میگون خیرت کی نمیگون چخه
تو خرکینه کدو خر همونه اون بخریدم بیا بیا سرگی شده ماما خر بسته اینه خر به شال گلدن خب شال دشتم لطه دشتم خر اونجا لنگر بسته کردم همون بسته کردی که هرچی علف بده میخوره ها تو خرستونه بله خب تو اینجا چیکار میکنی؟ من؟ اینا پرورشار میکنی؟ پلوشار میمونم به تا شهر به شهر؟ اینا خاک نرم خر سیری پیه ما شما مایی این زمین منه میفهمی؟ او خرم که ایله دادی تعلف ها و نه هم از منه تو چه کار میکنی؟ معلومه هست اینجا این زمین شما نه بله ما اینا خر سیری پیه ما جو گردنم و بند باشه به هر جا برفتم من بیرو میکنم ما فهمیدی؟ انا من میجوگه پیار ما گفتم بابا اموک زبه پیش بیا خود گریه کردم همو چلچلگه که همسایه ما خردش نصف به قرض داد نصف خر به نسیه خب نصف اینا با خر من چی مربوط میشه؟ نه نصف خر به ما به قرض داد نصف خر هم به نسیه انا من اینا رو میبرم خر سیری پس صبح 7 تا خر از این پلوش ببردم اینا همه تو کندی اینجا ها آخه خاک به سر تو شای پلوش به زمین به خراب کردی برفتی برات کار خو جمع کن برو تو از کجایی؟ تو از کجا آمدی؟ ما سراخو خب میفهم از سراخ بچه کینی تو؟ بچه حسن جز کله برو جرده برو مسخره کردی خود ابراد کردی زمین من رو خراب کردی برو خر خورم بگرد جمع کن برو به من خر سیری پیا میفروشه که زمین از خاک مردم برو از یک جا دیگه پیدا کن خب من باغچه ها خو میدادم آخه باغچه خود زمین من خراب کردی مسخره کرده آخ چه کار میکنی؟ آی چه ببخش ماما عجب آدمای پیدا میشه حالا ماما یک 3-4 خر دیگه نبرم میگم حالا یمی بیل وامونده خب یک دارو بلکه ما سر مغز ما بشکستوندی بردا خر خود واکن بردا برو که هرچی علف در این زمین مرا هم برات کردی بردا برو اینه عجب آدمای خر سیر پیا بیار که زمین مرتکر خراب کن تو تیار میکنه اینه تو نگاه بکن چه کار بکن به خدا عجب خر ایله کده علفان ما میخوره این زمین من خراب کرده خر سیر پیا میفریشون سیر پیا بردا جمع کن برو